اولین قدم استوار، اولین معرفی ورزش نیاگان به عالمیان در چمپیونات جهان، فتح پیرهه امید و آرزوها در گشتنگیری. این همه میشد در تاجیکستان. روزهای 30 و 31 اوگوست به قصد تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه بیایید و رقابت پهلوانان زیاده از 60 کشور سیاره را تماشا کنید. ابتکار حکومت شهر دوشنبه برای نفران موفق صحیفه نو است. غالبان 9 وزن میان مردان و بانوان صاحب $20,000، جای دوم سزاوار $10,000 و دو مقام سوم و $5,000 آمریکایی سرفراز می‌گردند. مبلغ عمومی جایزه ها $400,000 را تشکیل می‌دهد. درآمد رایگان است. تنتنه بازی برناک لاتاریا با 5 عدد آیفون 15 پرو و تویوتا کمری 6 چمپیونات جهان را شکوهی دیگر می‌دهد. مرحبا به مکان برگزاری قهرمانی جهان.